جدید ما به نام هایدروژن که انجینر بزرگ ما یا استاد ما انجینر محمد حضرت نباشه گاز و تیل اینا را استفاده بکنیم، فقط صبح که میخواستیم با طرفان پر روشن کنیم تا که یک شو پر کنیم. شرطش پترولی بودن موتور بله است. پترولی بودن موتور است که ان قریب هم گفتم اکثریت موتورهای دیزلی ان شاء الله ان قریب است. موتورهای مدل والا ناله میکنن که مصرفش زیاد هست. امروز آمدیم این مرکز براتون معرفی بکنیم. هیچ نوع نقصانی به ماشین نمیرسانه، بلکه فایده داره که 50% مصرف موتور پایین میکند. به نام خالق یکتا و توانا، هموطنان عزیز، سلام وقتتان بخیر. امیدوار هستم که خوب صحتمند و سرحال باشید. امروز دوستا در یک برنامه کاملا متفاوت در خدمتتان هستیم. برنامه زیادی داشتیم که موتورهای شیک لاکچری را براتون معرفی کردیم، اما امروز ما به مکان آمدیم که اینجا موتورها را به گازی تبدیل میکنه تا باشه که مصرفی که داره کمتر شود. زیاد دوستا از موتورهای مدل والا ناله میکنن که مصرفش زیاد هست. امروز آمدیم این مرکز براتون معرفی بکنیم. یکی از مرکزهای بسیار با استانداردی هست که موتورها را به گازی تبدیل میکنن. استاد سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین. صحت؟ شکر الحمدلله بخیر باشین. امروز خدمت است حوال یک سلامتی یک معرفی. سلام عرض خدمت به تمام بیننده های عزیز که ما را از چنل یوتیوب تماشا میکنن. ان شاء الله که جور صحتمند باشین. قربانتون، سلامت باشین. نامتون بگو برشون. اسم ما است انجینر محمد ادریس سلطانی. انجینر صاحب ادریس. یعنی موتورایی که می‌بینیم اینجا تمامشون آمدن دیگه به گازی تبدیل کنن. بله تمامش میخواد به گازی تبدیل کنه موتور. این وقتا فکر کنم زیاد دوستای ما علاقمند شدن که موتورایشون گازی بسازن. بله اکثریت موتورها میخوان سیستم پترولی خود به ال پی جی تبدیل کنن. امروز دوستا یک موتور عملا سر سادگی کار میکنیم، براتون گازی تبدیل میکنن. ببینین شما هم جریان کار را کدام قسمتایش قرار است تغییرات بیاره. اما اول بر دوستا بگین همین تبدیل کردنش به گازی برای ماشین نقص اینا که نمیرسونه؟ نه خیر، هیچ نوع نقصانی به ماشین نمیرسانه، بلکه فایده داره که 50% مصرف موتور پایین میکند و هیچ کدام عوارضی به ماشین پیش نمیاد. روزی امشب استاد ادریس که موتورها را به خیر با آبی تبدیل، هیچ ضرورت نباشه گاز و تیل اینا را استفاده بکنیم، فقط صبح که میخواستیم با طرفان پر روشن کنیم تا یک شو پر کنیم و استفاده بکنیم. ان شاء الله ورکشاپ ال پی جی انجینر محمد حضرت دی تلاش است که یک سیستم متفاوت در افغانستان وارد کند که ان شاء الله ان قریب است. گپ ما ان شاء الله تقریبا در راه است. چی است این سیستم جدید؟ سیستم جدید ما به نام هایدروژن که انجینر بزرگ ما یا استاد ما انجینر محمد حضرت روی ازی کار میکند که خودشان یک سیستم هایدروژن بسازند. بله. یعنی گپ گفتم نه آستا داره دیگه با واقعیت تبدیل میشه. موتورها آبی میشه دیگه. بله ان شاء الله بخیر. زیاد پر حرفی نمیکنیم استاد ادریس، بیا کار شروع میکنیم. کدام موتور قرار است امروز گازی بکنیم بر دوستان؟ امروز موتور نو سراچه رو میخوایم با سیستم ال پی جی تبدیل کنیم. این سراچه که پیش شده است. بله این سراچه. اینا دوستان این موتور قرار است که به ال پی جی تبدیل بکنن. ما هم بریم دیگه شروع بکنیم کار است که مزاحم کارتون نشیم. شما هم ببینید که چگونه تبدیل میکنن، کدام قسمت‌هایش تغییرات میاره. در لا بالای برنامه با انجینر صاحب هم صحبت میکنیم. بریم شروع کنیم استاد. بسیار استاد موتورهای شاسی بلند هم میشه باز بله به گازی تبدیل هر کنیم؟ موتوری که پترولی باشه ان شاء الله تبدیل میشه.
فقط شرطش پترولی بودن موتر بله است. پترولی بودن موتور است که و انقریب هم گفتم اکثریت موتورهای دیزلی انشالله انقریب است که روی از ما کار میکنیم انشالله وارم به سیستم LPG تبدیل میکنیم. موترهای دیزلی را دیزلی هم بله خیلی دیزلی نمیشه. امکان نداره ولیکن کار ناممکنه و ورکشاپ LPG انجینیر محمد حضرت سلطانی با ممکن تبدیل میکنه انشالله بخیر. ببین دوستایی که موتر دیزلی داره دیگه شما هم تشویش نکنید. انقریب انجینیر صاحب غم شما را میخوره. تا اولین کاری که میخواین شروع بکنین از کجاست؟ از وایرینگ سیستم گازی شروع میکنیم که در قدم آن وایرینگش باید بسته بندی کنیم. یک کلی بگوین بر دوستای با کدام قسمت های موتر تغییرات آورده میشه، چی چیزایش تغییر میتین، باز بعد از اون تصاویر دوستای ببینیم بریم شروع بکنیم. ما فقط چیزای اضافی نصب میکنیم، هیچ تغییرات وارد نمیشه، فقط وایرینگ نصب میشه، سیستم کیت نصب میشه، بعضی فیلترها هست که به شکل به مانند انجین پترولی نصب میشه. بله. بریم خیلی کار شروع بکنیم دوستا. شما دیگه تصاویر تماشا بکنین ببینید که انجینیر صاحب از کجا شروع میکنه بالاخره به کجا میرسه. در لابلای برنامه دوباره صحبت میکنیم. خب دوستای عزیز، پکیجی که قرار هست روی موتر روی ماشین موتر نصب شود انجینیر صاحب اینجا آماده ساخته شه. ببین امروز آشنا شویم کدام چیزاست کدام قسمتاش نصب میشه. انجینیر صاحب اینو دیگه خود توضیحات بدید برای دوستای. درست است. پاکیشو باز میکنیم. این به شکل است 5 چیز اساسی است سیستم LPG که در قدم اول کیت داریم که میتونه این کیت LPG یخ با گرم تبدیل میکنه و سریع قضی به طرف ماشین حرکت میکنه. اجانا و در یعنی این دیگه فکر کو به حساب می سیستمش کنترل میکنه. کنترلر است بله. گاز یخ است گرم تبدیل بله. و دوم وایرینگ و انجین کنترل داریم که رول اساسی را در سیستم LPG وایرینگ و انجین کنترل بازی میکنه که نصب میشه روی سیستم پترولی. دیگه کنترلر دیگه داریم به نام پرشور یا مپ سنسور که فقط وظیفه از چک کردن فشار گاز است. و یک فیلتر داریم که گاز به فیلتر تبدیل میکنه، فیلتر میکنه طرف ماشین روان میکنه، یعنی چرک و خرابی گاز این فیلتر میشه بعد طرف ماشین میره. یعنی که عمر ماشین دیگه کم نمیشه. عمر ماشین گاز کم نمیشه. بعضی از دوستان میگن شکایت میکنن از سیستم گازی. انجینیر صاحب میگه که اگر ماشین گازی ساختی دیگه واسه عمرش پایین میره. اگر قرار باشه 1 سال عمر کنه نیم سال عمر میکنه. بله اکثرا در سیستم‌های سابقه بوده است یا اصلا وجود نداشتن. بله اکثرت دریورای شکایت دارن اصلا این وجود نداره و هیچ عوارضی در سیستم ماشین نداره. همه قدر است که به شکل استاندارد و پروفشنال بسته‌بندی شود، هیچ عوارضی در ماشین رخ نمیده. اگر استاندارد نبود دیگه خدا نکرده باز ماشینشان هم شاید آتش بگیره. بله. یک چیز دیگه مونده اینجا. اینجا فارسینگ است. ما دایی فارسینگ هم باید تبدیل شود. نه فارسینگ تبدیل نمیشه، این فارسینگ اضافی وصل میشه از سیستم LPG است. ما این موتور نوع سراچه را با سیستم فارسینگی بسته‌بندی میکنیم که این فارسینگی یعنی اجزایی که خودت معرفی کردی از کدام کشور است؟ این سیستم ما از کشور دوست ترکیه است که یکی از بهترین سیستم های کشور دوست ترکیه می باشد. یعنی سیستم نتیجه بخش بوده. بله. این باره که می‌بینیم نام خدا پیشکش انجینیر صاحب حتما نتیجه داده که دوستان میاد. بله گفتم در پیشتر مردان سیستم LPG هیچ نوع نقص به ماشین نمیرسانه و کسی که شکایت میکند و سیستم های به شکل استاندارد بسته‌بندی نشده دیگه کدام موارد پیش نمیکنه طرف ماشین. ایره بگو انجینیر صاحب بر دوستای ما که در کنار گازی سازی موترها دیگه کدام فعالیت‌ها را اینجا انجام میدین؟ فقط کارتون گازی سازی است یا مگان عوارض تکنیکی موترها هم خواستن استفاده می‌کنید؟ نه خیر، ما فقط روی سیستم LPG تمرکز داریم. بله. دیگه فقط ما سیستم LPG را با تیل و پترول LPG تبدیل میکنیم و عوارضگیری سیستم های LPG را میگیریم. فقط کمی عوارض پیدا کرد میره پیش. یا قسم میکنیم انجینیر صاحب ما امروزتون هم کمک میکنم چی کنیم انجینیر صاحب از کجا شروع بکنیم؟ از کارم نمانیم که کلا شکل باز خود بیات ندارم میدان نکنیم صاحب موتر توان نگیره است بشه. نه ان شاء الله. ما که باز بیادر میگیم ما شاگرد بودیم سرم میکشیم و با جان خود توان میکنیم. نه ان شاء الله. دوستان شما هم تماشا بکنین جریان کار را ببینین از کجا شروع میکنه انجینیر صاحب بخیر و قرار هست که سیستم را به خاطر گازسازی موتر در این نصب بکنه. چند تا شاگرد دارین انجینیر صاحب؟ دی ورکشاپ بیش از 15 دانه شاگرد داریم. بله. نشدن همه‌شون پروفشنال هستن. بله. همین سیستم دیدم نه؟
دل محمد پیم شنید ان شاء الله ما در خدمت هستیم. بخیر شروع کو خی کاره که دوستا ببینن بخیر. قدم ما از وایرینگ شروع میکنیم. خدا تو میبینین دوستا که انجینر صاحب مجهز هستن و همه چیز ضرورت نیست مثل بعضی صدا کنه بچه اون پلاس بیار باز یک ساعت شاگرد بازیگوشی کنه نه یگان انجینر صاحب صدا میکنه پلاس بیار باز شاگرد سمزور میکنه ولی که تا داده بیار در قدم اول ما میخوایم وایرینگ قسم بسته کنیم. وایرینگ اما تو میاد در به شکل دراز، یعنی اینو ما به شکل که خودمون میخوایم اندازه‌گیری میکنیم و بعداً بسته‌کاری شروع میکنیم. یعنی اندازه خود میگیریم. در قدم اول در بسته‌کاری ال پی جی اندازه گرفتن و دیزاین ال پی جی مهمتر از بسته‌کاری است. بله شروع خیلی دیگه دوستا شما تصاویر از جریان کار تماشا بکنین باز بخیر که سیستم نصب شد دوباره امروز انجینر صاحب صحبت میکنه. انجینر صاحب تابالت کدام وقت هم شده است یک ماشین نمیرخم باز کرده باشی به خاطر گازی سازی یک وقت ببینی که یک 6-7 دانه نت بولت از او اضافه برآمده میشه از پیش تا هنوز نه. بله شروع بکنیم یگان شوخی بکنیم امروز که دقم نبید میره باید به جای نصب کنیم که از حرارت از آب باید جلوگیری شد تا این آب نرسه و حرارت برای نرسه. باید به شکل استاندارد مثل که سیستم تیل بسته بندی شده باید ما سیستم گاز هم با اون رقم باید بسته بندی کنیم. بله جایزی کجاست انجینر صاحب؟ ایره جای نصب میکنیم که آب برای نرسه. بله دوستان عزیز تصاویر از جریان کار انجینر صاحب تماشا کردیم. تنها انجینر صاحب نه من همراهش از دست کشی کردم. فکر میکنم کار از این موتور دیگه تمام شد. بله کار از این موتور کاملا تمام شد. یک بار نویجان کاملیت این طرف دور بده. شما دیگه دوستا پیدا بکنین که نوی سیستمایی را که بیشتر نشان داد انجینر صاحب کجا نصب شده است. اگر این موتور بر کسی را بگویی که گازی شده است باور نمیکنه. وقتی جاتر از انجینرها کسی این قسمت یک دانه دبا نصب میکنن وایرینگا معلوم میشه همه چیز معلوم میشه موتور گویی میفهمی گازی شده هیچ معلوم نمیشه. بله راستی گازی شده است یعنی بله این گازی شده. انجینر صاحب عزیز این ما قسم گازی کردیم که موتور صاحب موتور ازی دیگه خاص به شکل استاندارد و شوقی و اگه صاحب آمیانه برتون بگیم شوقی گازی کنیم که ما این به شکل استاندارد و برش شوقی برش گازی کردیم که هیچ چیزی پیداش فهمیده نمیشه یعنی بالا که پی جی است. اگر ما انجینر صاحب در جریان کار نمی بودم ما هیچ باور نمیکنیم موتور گازی اما اینمی چیزایی را که نصب کردیم کجا نصب کردیم حال دانه دانه برای دوستای ما نشان میدیم که بله ما این سیستم بسته کردیم کیتش با مانند موتورایی که از کشور جرمنی میاد دیگه زیر فیلتری است. اکثریت موتورهای جرمنی دیگه اونجا بسته میشه کیتش و پارسنگش هم عقب ماشین است. دیگه انجین کنترلش هم دیگه جای بسته کردیم که نه برازی آب ضرر میرسانه نه حرارت برازی ضرر میرسانه و نه خاک برازی ضرر میرسانه دیگه میرسانه. دیگه شما روی تصویر مشاهده میکنید که به شکل استاندارد و پروفشنال بسته بندی کردیم. هیچ فهمیده نمیشه. یگان تو باز هم میگه گازی کمپانی است. بله این هم یکی از نمونه های گازی های کمپانی است که اگر شما با موتورهای جرمنی که از جرمنی گازی میآید و با موتور ورکشاپ ال پی جی انجینر محمد حضرت سلطانی مقایسه کنید بشک مقام اول ورکشاپ ال پی جی انجینر محمد حضرت از آن خود می‌بینید. انجینر صاحب یک چیز را اشاره کرد گفت که صاحب است یک آدم بسیار شوقی است و خاص که بسیار هم تو با استاندارد. یک چیز دیگه که من در این موتور متوجه شدم مدلش 97 است سراشی جرمنی 97 اما موتور وقتی روشن میکنید فنگر استارت است. یک بار دوستان نشان میدم براتون این قسمت هم ببینید شما. من اولین بار از دوستان مدل 97 فنگر استارت دیدم. اینجا بیا خودت طرف میرم ببینید. اساس دیدین دیگه خودتون هم قسمی که گفتم آدم شوقی بوده این موتور از این تبدیل کردن از این دیگه و فنگر و سیستم گازی هم با استاندارد بالا دیگه واسه شوق میخوای کارا دیگه. بله راستی هم آدم شوقی هستن و آدم پاک هستن که موتور ثابت نگاه میکنن و پاک نگاه میکنن. بله مشتری دائمی هستن. بله کاش میبود دوستا اینجا که خدا واسه با هستن. بس اینجا بله خدا واسه با هستن. سواش یک بار امروز صحبت کنیم. بفرمایید.
سلام علیکم. استاد خسته نباشید. خوب هستید؟ ما یک ساعت صاحب موتر میپالیم. صاحب موتر اینجا استاد است دیر خدا میاد. همیشه بودم. خب دیگه قربانتان متوجه بودم. منتها من مداخلت به کار کس نگرفتم که کارتان میکردین چرا مزاحمت باید ایجاد نشه. اول اینجا بگو که نمیبره شباز یاد کنید چطور اولی پیش نفس بیتریس شناخت داشتی امروش یا تعریفش از جای شنیده بودم؟ بله درست فرمودین شما. ما پیش استاد ادریس که آوردم موتر، همیشه پیش هر کسی که آدم میره این کوشش کنه که یک کار درست باشه، کار پاک باشه. زمانی که برای قدر گفتیم که موترتان شوقی است، موترتان خوب است، خب ما مامت یک آدم پاک، مامت یک آدم شوقی را میخوایم که را کار کنه. ببینین فعلا ما بسیار از کارش رضایت دارم. موترم است اینه به شکل گازیش کردن که من خودم حتی نمیفهمم که در کجایش پارسینگ است یا مثلا نمی پرزجاتایی که داره کار میشه، من خودم حتی نمیفهمم. چقدر مصرف کردی سر نمی سیستم که خودت فنگر تکمیلش کردی؟ چطور که خیلی تصمیم گرفتی به این کار موتر 97 بیایی خودت به این ساعت چی میگن یک موتر مدل بالا باشه؟ چون موترهایی که 2017 به بالاست فنگر میاد، از اون پایین تمامشون کلی میاد. خب برادر قن پیشتر شما هم گفتین که چیزی را که میخواین شوقی هر چیز وصول میکنی. ما او را خودمون فنگر کردیم، بله یک 6000 افغانی را مصرف کردیم برش او بسیار فایده هم داره از لحاظ دزدی او کس بردم نمیتونه به 60 عیار است او تا یک چند متر یک 10 متر اگه ببره اتومات خودش گل شوه، یعنی بردن از این مشکل است. او خدا نکنه بعض دوزا هستن که اونا بسیار حرفه‌ای است، یعنی خداوند از او دور داشته باشه موتر ما. استاد جلوگیری میشه اگر کسی دیگه خان که مدلش نگو که 97 است، اون 2017 است. ما اگه بگویم ما امیال 2017 رو شما میگین درست است، اونا یگان افشانای بالا داره، ولی ما میره بهتر از اونا میدانم به خاطر که اگه کسی میخوایم بدوانه. سنگ کی موتر است؟ هم نانی هم جانی هم شوقی کلش. بخیر سلامت باشین. تشکر از شما. قربانتون سلامت باشین. خب انجینر صاحب کار مکمل خلاص است یا کار دیگه مونده؟ مکمل خلاص است کار. دیگه دعویش هم بسته کردیم که بریم ببینیم. دعویش هم ببین دوستا اگر ببینیم در کدام قسمت برش مد نظر گرفتین دبی گازا؟ دبی گاز در جای مدل سراشه در جای تاس. این قسمت پایین یعنی دوستا چقدر خوب است. یک بار نوی جان دور بخواد درست ببین اگر موتر خانگی باشه تعداد اعضای فامیل زیاد باشه در میمانخانه چند نفره باشن این مزاحمت هم نمیکنه. بعضی از دوستا از قسمت بند میندازن یا بعضی از در قسمت پایین موتر بند میکنن اینجا که به یک نوع خود اینمی یک نوع خطر احساس میکنه برای موتر. اگر در جای بخوره لیک شوه یک رقم موتر خود اینو کده بس صدمه برش وارد. نه خیر ما پیش قبلا براتون گفتم بعضی موترهای کمونی هست که در جای تایر از ما در زیر است. قبلا گفتم آیا اونا به شکل استاندارد و محکم بسته‌بندی شوه دیگه فکر نکنم برای ما کدام حادثه یا کدام عوارضی برای ما رخ میده، چون که سیستم گفتیم سیستم ترکی است. اما یک چیز انجینر صاحب از اون جامعه جامعه متوجه نشدم که جای گاز انداختن است کجاست؟ کجا نصب کردین؟ جای گاز انداختن از پیش ورکشاپ الپیجی انجینر محمد حضرت محرم است و یک راز است که فقط بین دریور و ورکشاپ راز است. بله و شما این راز باشه دیگه و شما بپولین دیگه دانه میتونین که او راز بین دریور نصب پیدا باشه او راز باشه بین ما دریور کل کارهای نافی است. بله به شکل استاندارد. بله بخیر باشی سلامت باشه. دبی گاز هم بر دوستانشان بدیم یک بار. اینا دبی گازش همه چیزش نصب شده است، مکمل کار گازی سازی است موتر دیگه تمام است. بخیر سلامت باشین قربانتان. از اینکه امروز اینمی سیستم اجازه دادیم بیایم تصویر برداری بکنیم بر دوستای ما نشان بدیم. در آخر اگر کلام پیام حرف گفتنی داشته باشیم بیشتر بخیر باشین. کلام پیام خاصی نداره و از عمودان عزیز ما خواهشمند که موتر خود در جای گازی بسازن که واقعا انجینرای مسلکی باشه و با شکل استاندارد و پروفشنال بسته‌بندی شود که از هر نوع حادثات خطرات جلوگیری شود. اگر با شکل استاندارد بسته‌بندی نشه
دریور با یک سرنشین نیست، دریور بیش از 4 5 6 سرنشین است که جان هر شش از ما در خطر است. باید به شکل استاندارد و انجینرهای مسلکی و ورزیده باید بسته‌بندی شود. بخیر باشین، تشکر بسیار، سلامت باشین. شاگردی ما بوده. سلامت. خب دوستای عزیز، خیلی ممنون از شما عزیزان از اینکه بیننده گزارش امروز ما بودین. امروز هم آمدیم به یک از ورکشاپ‌های شهر کابل، خواستیم که همین سیستم گازسازی موتر را براتون به تصویر بکشیم که زمانی که بیشتر اوقات میرفتیم موترهای مدل بالا را بر دوستا معرفی میکردیم، یک تعداد شکایت میکردن که موترها زیاد تیل مصرف داره، ما واسه توانمون به تیل ازی نمیرسه. امروز هم خواستیم بیایم به یکی از ورکشاپ‌های شهر کابل سیستم گازسازی موتر را براتون معرفی بکنیم و تصویر بکشیم که اگر میخواین موتر را خریداری بکنین، نگران هستین به خاطر مصرف زیاد تیلش، میتونیم گازی بسازیمش و مصرفش هم کمتر بسازیم. و یک چیز خوبی را که انجینر صاحب براتون اشاره کرد در وقت آخر، اول گازی نسازین. اگر گازی ساختینش کوشش بکنین خیلی دقت بکنین در قسمت انتخاب ورکشاپ تا با اون شکل استانداردش او را به گازی براتون تبدیل بکنه که خدا نکرده جان خود و همچنان همون دوستای دیگر را در خطر نیندازین. اگر تا هنوز چنل ما را سابسکرایب نکردین، همین لحظه سابسکرایب کنین، لایک کامنت را فراموش نکنین. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار.